بازانک اینمی چهار یافتیم باز یا 5 6 تا چون دیگه در اونجا هسته همین عرق کنیم خیل برای همو پگم عرقه یا یک چوب دکوره شما همین را آرام میکنه؟ او آرام میکنیم با چی میکنیم مگه نیم بزنیم عرقش میکنیم آخه این را آرام میکنن او پرونگیش کنده اون را با توار مایده میکنن توار نکنه خیلی من اپای کورشم ما میکنیم میره غمش نخو برا اپای کورشم همین زنک کم کم روست میگم او کم کم روست میگم بیلال او بیلال خواب بودی؟ نه اینه چورا دیدی؟ او آدم چورا برای پگم عرقه این اوچت میگه این را توار خیزان نکنه اگه برای توار هم سجون بگی بیو همین را توار کف کنیم خواهیم تیار کنیم برای پگم برا سجون هم توار تبته سجون مرده کسی رو همین تا توار شد کام گفتم توار شبته تو بچه کی میشی از در مشکستی؟ ها؟ بچه جراخون توار اوتا؟ دودار را اوتا تا بگو کی توار نیست یا بر توار دود میشه دمی توار گردون ایشا چیم تماما جزیر میکنه برا توار نیست دودار دیگه آمدی در ایخید او کار نیستین او سگوزن ای بچه چی قدیر کردی؟ خود اکایی سعید گفته که نمیتون توارم برای چی؟ یا برده جزیرش کرده برایم جزیرش کردی؟ خیلی برای خونه علدیم برا؟ علدیم بود توار شبتیه؟ ای همین همشه ها چینه وردی که سراده بودی جزیرش کردی بودی خیلیش کردی بیا که ای با به توار آمدی که؟ اکایی اگه توارش ندو ای برای چی ندون؟ خود گفت ما داوتای کار ما نمیتون کار کنم تا؟ چی دیگه؟ برا خونه حیتلی برا خونه حیتلی برا توارا دیوونه کردن که مدامو خودم یا توار نه تیم را بشکنیم مخیمی ای بود دستی خوری اومده کاری توار خود اکایی گفت ما تماما توار ندارم جبیو ما ترا چند بار ترک بودم که برا خوشو پرسم اورا حیتلی بود ندارم بیا زنه تینجه شما میتونیم بوده که هم داده چی خاموش دادم ها؟ خود ما توار داریم کو داریم؟ او تواری نه تواری نه؟ انا برا تواری خمونه باید که مایده کنی این هم اینجا دامان که رحمت کلوم اکا وقتی تو رحمتی چیه؟ خیلی رفتی رو آخه کمش ما چند جا بردو چند ساعت ده تون کردو وقتی تو البته آخی تو من نشناختی از بای سر لباس بای ریش هم بتونم لباس پرابلمات کنم بذار برا اینجا با لیسنس نداری اکا وقتی من البته آخی من زندگی دارو بازم کار داریم چی خزن میزنی؟ میدانم خودم اومدن دمیارم تمام اکا جان بخشش وقت ما نگیرم ای هم مگزین یک دونه شیر میگیرم برای فرزندم اینجا کم ترک از اون ایده مایلش برو من سروسی من نیستم بعد از اون کار ثبت کنم بزرگ اکا جان یک خدمت دیگر بود همون احتیاطتون هم میتونم پیشکی کردن سون کمتر نمیرسه خاطی نشون اکا جان تا کجای رو میگه تا جای درکارتون بوده میرسونم منم همراهت میفرستم یک چیز لازم است بگیرم بچه شما از این شیر میخوره بله اکا جان اکا جان من یک تاش میگیرم سون ده یک تاش میرسه برادر اینش از حساب من برای پسر بچه اکا جان یک تاش بس 1000 آمد یک دونه میگیرم تمام وقت انسان رو گیر گفتن میگیرد برادر حساب کن رحمت اکا جان 1000 آمد سلامت باشی اکا جان این راست اینجا گفتگی تو سلامت باشی برادر حق خدمت چند قدر شد شما خیلی خوبی کردید او قدر شیر خریده برعکس من شما قرض دارم او رزق کودکت بود تو رزق خودت را میگیری لازم نیست کنی بگو چند سامانی شد 53 سومان بچم حق تاکسی را بده چیه؟ خیلی رفتی رو او رزق کودکت بود تو رزق خودت را میگیری
سلام علیکم. و علیکم سلام. اکا لبای. امی دخیل بولگار می تایگر میگن چی میگن؟ بولگار تایگر است کنه گری قیمته. قیمت ها؟ دور مشکل قیمت بده. مالا لبو که قیمت هم باشه ما. دستن دکتر برشکه. دستن ده؟ آه. دستن ده. بخوام قیمت باشه چند تا قیمت ها بتیم دستن ده. یا با بو کشه که. بویا برده او کش. میشه. شما دیگه. ایرا بو کشیدنش 500 دیگه دو بو کشید از چه چی دست میاد. اخدا؟ مال خیلی. خب سلام علیکم. میگویند که همین فشار بلندی از عصب می شود. 1 2 3 4 1 2 3 سلام علیکم. 4 علیکم با سلام. من روزنامه‌نگار هستم. بسیار خوب. خوش آمدید. خوش آمدید. شما سردختوری همین بیمارخانه هستید؟ البته من سردختوری همین بیمارخانه کسلی های روحی انا همین شهر. تشکر زیاد. میخواستم از شما یک سوال پرسم. خب شما چطور میفهمید که همین بیماران شما شفا یافتند؟ البته هر یک دکتر با خود یک اسلوب خاصی دارد. مثال ما دکتران کسلی های روحی، بیماری های روحی یک اسلوب خودمان را داریم. ولی یک دکتری دندان باشد اسلوب خودش را دارد، چون که دندان رو میکند. ولی که ما هم یک اسلوب با خود کار میکنیم که کسلی های ما نرنجند، چون که اگر آنها عصبانی شوند میتوانند که به سر دکتر هجوم کنند. شما نترسید، لیکن ما کوشش به خرج میدیم که آنها عصبانی نشوند. دکتر جان، شما به سوال ما جواب نداده. سوال شما چی بود؟ شما چی خیلی میفهمید که بیماران شما شفا یافتند؟ بیماران ما چطور شفا یافتند؟ البته ما با همون اسلوب خودمان کار میکنیم. یک تقاره را پوری آب میکنیم. تقاره رو؟ ونه را پوری آب میکنیم، در آنجا یک کاسه کلون چینی میمونیم و در نزدش یک پیاله خورد دکک. البته خالی. پس بیمار رو دعوت میکنیم. بیمار که اومد میگویم مرحمت کنی آبی ونه را خالی کن. فهمیدید؟ البته کدامی که اگر شفا یافته باشد کاسه رو انتخاب میکند؟ نه درست. کدامی که شفا یافته باشد البته سوراخی ونه را میکشاید. آب خودش میرود.